این مرد مجروح از سر 4 روز در یک شفاخانه قزاقستان بود که سربازان آمده او را بردند. یورمک عبدورشف یکی از 10,000 نفر است که پس از تظاهرات سراسری ضد حکومتی دستگیر شدند. پدرش میگوید پسرش با چشمان بسته با وکیل دفاع ملاقات کرده است. Ауыр қалда жеткен адамды алып кету деген мен әліңге дейін миым жетпейді оғаншы. Миым жетпейді. мен қарсы емеспін. بازداشت مرد به این احوال تصور ناپذیر است. اگر گناهکار است بر ضد او پرونده باز کنند، اگر جنایتکار است محاکمه کنند، ولی اول باید معالجه شود. حتی در زمان جنگ مجروحان را اول تبابت و بعد محاکمه می‌کردند. من این را نمی‌فهمم. соттайма тергейма атама ары қарай жасайды. соған миым жетпейді. داغ‌های تظاهرات که سبب بازداشت‌های عمومی شد در الماتا بزرگترین شهر قزاقستان هنوز دیده می‌شوند. تظاهرات به ضد بالاروی قیمت مواد سوخت اول آسایشته بود ولی بعداً به برخورد با ماموران امنیتی کشید. گروه‌های تفتیشاتی 546 پرونده جنایی از جمله 44 پرونده تروریسم، 34 پرونده بی‌ترتیبی عمومی و 15 پرونده کشتار را بررسی می‌کنند. مقامات قزاقستان تظاهرات را کاری دست تروریستان خارجی نامیده به مقامات انتظامی امر دادند به آگاهی آنها را بکشند. ҳукумат ривояти терроризму ва мисли онро пеш овардааст, вале ҳеҷ далеле дар бораи ин таҳдиди терроризми байналмилалӣ наовардааст. ҳарчанд маълум аст ки камаш 200 ғайринизомӣ кушта шудаанд. онҳо ягон иттилое дар бораи чарову чӣ гуна кушта шудани ин мардум наовардаанд. ба андешаи мо барои ин таҳқиқи мустақилона зарур аст. یرلند جکیپاروف یکی از هلاک شدگان در ناآرامی‌های الماتا است. خانواده‌اش میگوید که جسدی تیر خورده و زولانه در دست او را در سردخانه یافتند. در شکمش و نزد دلش زخمی تیر بود. دستانش شکسته و آویزان بودند. پیش از مرگ او را شکنجه کردند. ما طلب داریم که قتل برادر ما را تفتیش کنند. گروه از خویشاوندان نگران در نزد بازداشتگاه الماتا جمع آمدند و جویای خط و خبر درباره عزیزان بازداشت شدهشان هستند. ناآرامی‌هایی که قزاقستان را اول ماه ینور تکان داد در تاریخ 30 ساله استقلال کشور دیده نشده بود. مقامات میگویند نظم و ترتیب برقرار شد ولی برای ایده زندگی دیگر مثل پیشین نخواهد بود.